بسم الله الرحمن الرحیم. اینا دوره هلالی است که ما برای بیرون ریختیم رو طرف غرب، ببخشید شرق. اینا هم همین دوره هست که تکش کردیم، میاد میخوره سر هم، میشه دور هلال کامل. اینجا هم که آجرایی که 20 درویس قومی که پره، از وسط نصفش میکنیم با این دستگاه قطع کنیم. اکثرا میکنیم نصف، کشو میکنیم، تنگ میزنیم، قلمه میکنیم، رو برداری میکنیم. هم آجره سرکار به دست میاد. فعلا کارش ساده رو انجام میدیم، ساده که تموم شد به امید خدا بپردازیم به کارهای معقلی و گل آجر و کارهای مقرنس و رسمبندی و همه کاری اینجا داریم در آینده به امید خدا. سلامی گرمم میکنیم به مردم غیور ایران و همکاران عزیزم، نماکارهای خوب شیراز.